بسم الله الرحمن الرحیم. قاعده 90 مفهوم ادراک را بدانیم. ادراک به معنای درک کردن و فهمیدن است و در اصطلاح احاطه نمودن به چیزی و رسیدن به نهایت آن است. یعنی به تمام صفات الله یا به ذات الله سبحانه و تعالی یا به صفاتش یا به افعالش او را درک کردن و به تمام از او احاطه کردن این مخلوقات نمیتونن، چرا ما عاجز هستیم و ما توانایی درک تمام ذات و صفات و افعال الله سبحانه و تعالی را نداریم. این صفات الله هم مثل دیگر صفات الله سبحانه و تعالی است، ما کیفیتش نمیفهمیم. مثلا یک کس شما را میگه کیفیت دیدن خالق در روز آخرت چه قسم است، ما و شما میگیم که صفت مثل سایر صفات الهی است، به او ایمان داریم یا اما کیفیت آن را نمیفهمیم. در مورد چگونگی دیدن توقف میکنیم. مثلا یک کس میگه که در روز قیامت آیت قرآن است که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. ایناله ما در روز قیامت الله سبحانه و تعالی را ان شاء الله تعالی بنده های مؤمنش او را میبینه، چون وجوه یومئذ ناظره یعنی در روز قیامت روزایی که بشاش میباشن، یعنی روزای مسلمان ها و مؤمنای حقیقی که ایمان تیر کردن، الی ربها ناظره، به پروردگار خود نظر میکنن. اینال به ایمان داریم، اما کیفیت ازیره که ما چه قسم میبینیم او را ما گفته نمیتونیم، چون رسول الله صلی الله علیه و گفته که شما امی قسم الله متعال در روز قیامت میبینین مثل که یک کس امی محتابه در شب 14 ببینه. ما ایمان داریم که انشاءالله الله تعالی را میبینیم، اما کیفیتش نمیفهمیم که ما الله برای ما چه قسم یک چشم میده و چه قسم دید برای ما میده و ما چه قسم الله سبحانه و تعالی خواهیم دید. لکن عقیده داریم و ایمان داریم که الله سبحانه و تعالی را میبینیم ان شاء الله تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.